اجازه ورکړئ لالی صاحب، زه هم په خپل وار تاسو لیدونکو ته د همکاري تخنیکانو ته او جناب مجیب صاحب ته او ټولو لیدونکو ته ما د مینې ډک سلامونه واورئ. وعلیکم السلام. در این مورد باید خدمت شما جناب لالی صاحب عرض شود که چنان که رایه های دیپلماسی امریکایی نشان میده، ایالات متحده امریکا ارزش ها را نسبت به منافع زیادتر ترجیح نمیده. برای امریکا چیزی که بسیار مهم است منافع است. امروز هم کشورهایی که با ایالات متحده امریکا از لحاظ ارزش ها مشترکات ندارند ولی از لحاظ منافع با امریکا مشترک هستند، ایالات متحده آنها با ما روابط دیپلماتیک دارند. اما به ویژه در مورد افغانستان، چنانکه که قبلا آقای مایک والتز نماینده ایالات متحده امریکا در شورای امنیت ملل متحد در گزارش مبسوطی که در نشست اخیر شورای امنیت ملل متحد ارائه کرد هم از مسائل گفت که در اون مسائل خب بازتاب همیشگی ایجاد یک حکومت فراگیر، مسئله مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر که مواد مخدر سخت تایید کرد که امارات تانسته تا مبارزه علیه مواد مخدر تنظیم کنه، مسئله حقوق زنان و آموزش دختران، اینا را مطرح کردن. اما دیپلماسی روز نشان میده که همین لحظه بین ایالات متحده امریکا و امارات اسلامی مناسبات به اصطلاح در سطح دوحه جریان داره، در افغانستان جریان داره و خود اینمی بیانگر از است که ایالات متحده امریکا تلاش میکنه تا مسائل هستی که مسائل منفعت ایالات متحده امریکا در منطقه و در بوجهداری است، اینا را به اصطلاح دست اول و مسائل عمده و اساسی بپنداره. با هم حال مذاکرات به طور تقریبا دوامدار جریان دارند. نماینده‌های رفت آمدن ایالات متحده امریکا، رهایی زندانان ایالات متحده امریکا، صحبت‌هایی که در دوحه جریان داشته، توافقنامه‌ای که امضا شده، اینا همش بیانگر تامین مناسبات است. اما شرط تامین به اصطلاح مناسبات تامین روابط است. اما تامین مناسبات سیاسی که طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه، مسائل مطبوع به اصطلاح کنوانسیون های ملل متحد، به ویژه کنوانسیون اتریش و ویانا باشه، هنوز شرایط کامله برای ایالات متحده امریکا فراهم نشده. چرا کنگرسمن‌های ایالات متحده امریکا شخص آقای ترامپ هنوز هم پیشرطایی را که پیشرطای کاملا جهانی است در برابر امارات اسلامی هنوز قرار داره که اگر بتونیم با دیپلماسی تماس بیشتر و بهتر یک مقدار اینا سازش صورت بگیره و ویژه از جانب امارات اسلامی یک مقدار